افسانه خلق تاجیک روباهی زرین. بود نبود یک پیرزنی بود که یک نبیره داشت. نبیره‌اش آسیابان بود. یک سحر پیرزن به نبیره‌اش گفت: بچم، مزد آسیاب را که گرفتی برای من یک کلچه پخته بیار. نبیره‌اش به آسیاب آمد، گندمی یک مرد را آرد کرد و مزد گرفت. خمیر کرده در تنور کلچه پخت، آن را کنده گرفت و به لب تنور گذاشت که خنک شود. آماده کار بود که روباه آمد و کلچه را گرفته گریخت. نبیره کمپیر بیگاهی با دست خالی به خانه‌شان برگشت. مادر کلان پرسید: بچم، کلچه گفته بودم آوردی؟ بیبی جان، یک کلچه با مزه برایت پختم. هوشم به آردکنی بود که یک روباه آمده کلچه را از سر تنور گرفته گریخت. پیرزن به گپ نبیره‌اش باور نکرده گفت: او چه خیل روباه بوده است که کلچه را می برده است؟ دروغ می گویی. نبیره‌اش جواب داد: کوهیش نکنید بیبی جان، من راست میگویم. پگو حتما یک کلچه با مزه پخته میارم. پیرزن گفت: خیر، پگاه میبینیم راست میگویی یا دروغ. روزی دیگر شد. بچه آمد و گندم را گرفته به دول آسیاب انداخت. آرد تیار شد. آردی سفید خمیر کرد، نان پخت که صبح سرخی اشتها آور. فکر کرد که این دفعه اگر در پس در نایستد، این روباه مکار باز می آید و کلچه را می دزدد. او رفته در پس در ایستاد. روباه باز بوی نان را گرفته آمد. بچه زود در را پوشیده گفت: لعنتی دوست، کجا می روی؟ اکنون عجلت رسید، میموری، علاج دیگر نداری. روباه گفت: مرا نکش، اگر رهایم کنی میروم و دختر پادشاه را به تو گرفته میدهم. تو یک حیوان هستی، پادشاه کی هست و تو کی هستی؟ دختر پادشاه رو چه خیل به من گرفته میدی؟ تو یک جانور مکاری، میخواهی مرا فریب کنی و از چنگم رها یابی؟ نه، سر نمیدهم. روباه گفت: قسم به سر اولادی مقدسی نسل روباه که من به وعده‌ام وفا میکنم. بچه گفت: سوگند خوردی، از این رو آزادت میکنم. اگر فریبم کنی، روز باز به دستم میافتی، آنگاه میبینی که با تو چی کار میکنم. پسر روباه را سر داد. روباه تا وقتی نماز شام صبر کرد. آنگاه به درگاه پادشاه برفت. روباه صحنی حولی بارگاه پادشاه را تا سحر تازه کرد. سحری باشد برآمده رفت. روباه مدتی 1 ماه هر شام می رفت و حولی بارگاه پادشاه را پاک می کرد. روز پادشاه وزیرانش را جمع کرده پرسید: ای وزیرها، وزیری کنید، پاسبانها را بفرمایید که خواب نکنند و پاسبانی کنند. ببینند که همین صحن بارگاه مرا کی میروبد و چه مقصد دارد این آدم. وزیرها فرمودند. پاسبانها شب خواب نکرده هوشیار باز ایستادند و روباهی را دیدند. یک روباهی رنگش
خاکستری آمد و دومش رو دقت کرده صحن بارگاه رو رفت، از این سو به آن سو، از آن سو تا به این سو، همه جا رو رفته تازه کرد. پاسبان ها از 4 طرف برآمده روباه رو دستگیر کردند و نزد پادشاه بردند. انا همین روباه بود است روبنده، عرض کردند پاسبان ها به پادشاه. ها روباه، گفت پادشاه، چی مقصد داری؟ چی احتیاج داری که 1 ماه از صحن بارگاه مرا میروبی؟ روباه گفت مقصدی من به شما خدمت کردن است، دیگر هیچ مقصد و احتیاجی ندارم. دروغ میگویی مکر، آتشین شد پادشاه، مقصدت رو بگو. روباه آه کشیده گفت 1 مقصد دارم، لیکن به گفتنش جرأتم نمیرسد. گفت روباه بگو، امر کرد پادشاه. 1 بچه ای دارم، شما پادشاه عالم 1 دختری هم دارید. مقصدی من همین است که بچه یکی مرا به فرزندی قبول کنید. پادشاه سخن روباه رو شنیده حیران شد و به فکر فرو رفت. بعدی چند سر برداشته گفت من به روباه که دخترم را دادم پادشاهان دیگر بشنوند، 1 بار نه 100 بار به من لعنت میفرستند، میگویند که در عالم مگر آدمی پیدا نشد که پادشاه این کشور دختر خود را به فرزندی روباه داده است. این کار به شأن ما روا نیست. بعد وزیرها گفتند پادشاه چه سکوت میکنی؟ علاج هست، مال شهر مصر رو بفرماییمش، نمی بردارد میرود، جای گله هم نمیماند. پادشاه ریشش را خاریده بر روباه رو آورد. قلین دختر من مال شهر مصر، اگر یابی خوب، نیابی بگیله به راحت برو. روباه دوم لیکانده در جواب بگفت چی بوده است مال شهر مصر؟ پادشاه با وقار گفت 300 سر چرپا، از گوسفند تا بوز و آهوی کوهی. روباه دومش را به نشان رضایت جنبانید و تعظیم کرد. 1000 شکر، کم گفتید و زیاد نه. رفت. در 1 دره رمه بوز و بزغاله را دید. پیش پیش رمه سرکه ها آرامانه می رفتند. بزها سرگرم چرا و از دنیا خبری نداشتند. روباه به شست دوید و بزها را دوره گرفت. بزها از ترس لرزیده گفتند ای روباه، چی گپ داری؟ چی گپ است؟ روباه دم را خوده کرده گفت 100 عسکری گرسنه تیر و کمان در دست به این طرف می آیند، همه اتون را کشته کباب کرده می خورند. بزها این گپ را شنیده به 4 طرف گریختنی شدند. روباه خرسند شده گفت ای نادان ها نگریزید که جان به سلامت نمی برید. سرکه ها رمه را از گریز و گریز باز داشتند و بر روباه گفتند ای روباه جان، ما تو رو نغز میشناسیم، تو از همه حیوان ها هوشیار و عیارتری، بگو راه خلاصی چیست؟ روباه باز هم خرسند شده گفت شما همه وحشید، در کوه و بیابان ها میگردید و از دنیا خبری ندارید. بدانید این مملکت صاحب دارد، وی را پادشاه می نامند. پادشاه نمیگذارد که در قلمرو مملکت او جانوری ضرر بیند. لشکری گرسنه که به سوی شما می آید دشمنان پادشاهی همین مملکت و استیلاگرانند.
پادشاه برای جانورانی که به حمله بیگانگان دچار میشوند پناهگاهی ساخته است. قطار شوید و از عقیب من بیایید، من شما رو به پناهگاه پادشاه میبرم. روباه این گپهای دروغ را گفت و خودش پیش درآمد. رمه از عقیب وی به راه افتاد. در راه گوسفند و آهوان زیاد بزها را در این حال دیده میپرسیدند که چه گپ است. اگر خواهید که شما را کباب کرده نخورند و نابود نشوید، با ما همراه شوید. میگفتند سرکه ها به آنها. توده گوسفند و آهو با بزها همراه شده از پس روباه می رفتند. نهایت به درگاه پادشاه رسیدند. روباه به پاسبان ها گفت من قلین گفته پادشاه را آوردم، دری عاقل پادشاه را بگشایید. پاسبان ها دری عاقل را گشادند. رمه زیادی بز و گوسفند و آهو به عاقل در آمدند. روباه در را پوشید و آن را زنجیر کرده قناعتمند شد. بعد خودش را زیب و آرا داده به حضور پادشاه رفته گفت پادشاه عالم، قلین دخترتان را آوردم. از گفتهتان زیاد است و کم نه. وزیرتان را بگویید تا رفته بشمارند. وزیران رفته رمه بز و گوسفند و آهو را شمرده به پادشاه خبر دادند. من به تو باور کردم، گفت پادشاه. پادشاه که اکنون ناعلاج مانده بود مجبور شد به توی راضی شود. روباه به خانه پیرزن آمد. به نبیره پیرزن گفت که شرطی پادشاه را اجرا کرده است. بعد از پیرزن و نبیرهش پرسید خانه و چیز و چاره دارید که دختر پادشاه را عروس کنیم و بیاریم؟ پیرزن و نبیره نه خانه و نه جای درستی داشتند، نه چیز و چاره و نه لباس دامادی، عموما هیچ چیزی نداشتند. روباه باز عیارانه گفت خاک بر سر من که به دست آسیابانک افتادم و سوگند خوردم که دختری شاه رو گرفته میدهم. فکر نکردم که تو یک بچه قشاق بینوا هستی. به کجا میاری دختری نازنین و محجبین پادشاه رو؟ آسیابان بچه گفت تو این رو خواستی، تو علاجش رو میابی. روباه در جواب گفت اگر تو آسیابانک کلچه زیبا رو نمی پختی و من به دستت نمی افتادم هیچگاه در فکر این کار نمی شدم. خاک بر سر نفسی ما. بچه آهی سردی کشیده به روباه رو آورد. ای روباه تو جهان گشته ای، در یگان جا دیده ای که دیو یا البستی جاه و جلال کدام یک فرزند آدم را صاحبی کرده است؟ نه ندیدم آسیابانک، گفت روباه. اکنون می روم و می یابم. روباه به راه برآمد. او به جای رسید که در آن منزل کوربرزنگی زندگی می کرد. روباه حولی و باغ و راغ، دیوارهای بلند و خانه‌های قطار، آینه‌های کلان پرجلو و صندوق‌های پر از مال‌های قیمت‌بها را دیده در حیرت بماند. کوربرزنگی چارزانو نشسته با یک دستش جو آرد می کرد و با یک دست دیگرش باشد گندم باد می داد.
аз сару пешонаи вай арақ мерехт. рӯбо хез заду ин сӯпарид, хез заду он сӯпарид ва айёрона дар гирди кӯрбарзангӣ чарх зад. кӯрбарзангӣ як ҷунбиду гуфт: рӯбоҳҷон, дар ин дунё чӣ гапҳост, ки ин қадар дар таҳлуқаӣ? рӯбоҳ бигуфт: кӯрбарзангии бадбахт, ҷоҳу ҷалоли як тан фарзанди одамро гирифтаӣ. Ин хабар ба подшоҳ расидааст. подшоҳ афсар равон кардааст. ҳозир меоянд ва туро дастгир мекунанд ва ба дор меовезанд. кӯрбарзангӣ тарсид ва гуфт: рӯбоҳҷон, ту ҳушёриву айёрӣ, ҳисоби маро биёб. дар кунҷи ҳавлӣ ғарами хошок дидам. ба дарунаш дарӯ, ҳеҷ кас туро намеёбад. ҳар гоҳ ки садои чирик чирик шунидӣ, бидон, ки садои тир аст. натарс ва наҷунб. роҳ нишон дод рӯбоҳи макор. кӯрбарзангӣ то зон баромаду худро ба даруни хошок зад. рӯбоҳ як хандиду ба чортарафи ғарами хошок оташ бизад, ки дуду аланга ба ҳаво хест. фурсате нагузашт, ки кӯрбарзангӣ дар оташ пухту сӯхт. рӯбоҳ пиразану бачаи осёбонакро оварду гуфт: ана хонаи шумо, ана чизу чораи шумо. рӯ беду, тозаю озода кунед, аз паси арӯс шавед. тӯю тамошо шуду арӯсро ба хонаи кӯрбарзангӣ оварданд. бача дигар ба дари осёна рафт. тиру камон гирифта ба шикор мерафт. оҳу сайд мекард. вақташ хуш буд, ғаме надошт ва бо сари баланд мегашт. рӯбоҳ рафтори осёбонакро диду ба фикр фурӯ рафт. одамӣ агар ба давлат расад, аз худ мерафтааст. ҳатто нисбати оне ки ӯро ба ин рӯз расонид, бепарво мешудааст. рӯбоҳ ба ин фикру хаёл як рӯз худро бемор нишон дод. забонашро аз ҳалқаш бароварда ба зур нафас мекашиду чашмонашро пӯшонда, гӯё ки мемурда бошад, худро ба касал андохт. ин дам бача аз шикор баргашту рӯбоҳро ба ин ҳол дида ба занаш гуфт: ин рӯбоҳ бимирад, ҳама ҷо бу мегирад. барор, ҳаво деҳ. лошаашро сагон ё паррандагони лошахӯр хӯрда, бӯи бадаш гум мешавад. рӯбоҳ аз ин таҳқири бача дилтанг шуд. ҷаҳида хесту ин сӯ рафт, он сӯ рафту ба бача рӯ овард. ту, бачаи ношукр, некиҳои маро фаромӯш кардӣ. рафту ман бимурам? маро ба назди лошахӯрон мепартофтаӣ. ҳай ҳай, ту ки буданатро фаромӯш накун. бачаи пиразани қашшоқ будану осёби беобу донатро аллакай фаромӯш кардӣ. духтари подшоҳ ин суханонро шунида бигуфт: лаънат ба тақдирам, ки падарам подшоҳи 7 иқлим бошаду магар дар рӯи ҷаҳон шоҳзода ва ё вазирзодае ёфт нашуд, ки маро ба як осёбонак доданд. духтар суханони рӯбоҳро шунида хафа шуда, ашк рехта баромада рафт. бача аз рӯбоҳ илтиҷо кард: дар хоки поят бимирам. бирав, рӯбоҳ, занамро бигардон. то вақте зиндаӣ, пушттораат карда мегардам. не, ҷавоб дод рӯбоҳ.
کور عصایش رو یک بار گم میکند. گفتند تو کورنمک و ناسپاس هستی و نیکی رو زود فراموش میکنی. بگفت روباه. بچه بسیار توبه و زاری کرد. دل روباه ملایم شد و دویده به دختر پادشاه رسید و دومش رو لکانده گفت: های دختری بزغالبانک، کجا می روی؟ روباه: چرا این خیلی میگویی؟ در قهر شد دختری پادشاه: پدری تو یک بزغالبانک بود. بختش خندید و بازی دولت به سرش نشست و پادشاه شد. رنجیده بگفت روباه. دختر پادشاه با شنیدن این حرفها درک کرد که پدرش در اصل بزغالبان بوده است. نه، من دیگر شوهرم را آسیابانک نمی گویم و از وی جدا نمی شوم، گفته به خانه شوهرش برگشت. اکنون آنها خوش و خورم زندگی می کردند. روباه هم پیر شد و مرد. بچه روباه را 7 قوت کفن کرد و در یخدان گذاشت. یخدان را قلف زده بالایش را با بخمل پوشاند. از میان چند وقت گذشت و پادشاه وزیرانش را جمع کرده گفت: بیرویم و ببینیم که دختر ما در خانه بچه یکی روباه چه حال داشته باشد. پادشاه با وزیرانش به خانه دامادش آمدند. پادشاه جاه و جلال خانه و باغ و حولی های زیبای دامادش را تماشا کرد. بعد دامادش یخدان را گشاد. دیدند که روباه سر تا پا طلا شده است. پادشاه نوگ دوم زرین شده روباه را شکسته زیر تاجش خلاند و خرسند و راضی به درگاهش برگشت.